بعد از کیلومترها رانندگی در بیابان به یک باره جنگلی از ستونهای سنگی دیدم که سر به فلک کشیده بود و در کنارش این دهکده یا شهر بود که برای اون مناسبت با چادر برپا کرده بودند و اون به خودی خود مانند داستان پریان بود. صحنه بی کم و کاس برای یک داستان جیمز باند بود. بسیار مجلل بود و بسیار انحصاری. بودجه 2 سال سوئیس رو ظرف 2 روز خرج کردم. تدابیر شدید و مفصل امنیتی در همه جا وضع شده بود. در هر گوشه مسلسلی بود. وقتی اون همه سران دنیا یک جا گرد هم میان، مسئولیت بسیار بزرگیه. از لحاظ تاریخی و سیاسی تنها دفعه‌ای بود که همه سران جهان از شرق تا غرب، از کشورهای توسعه یافته تا توسعه نیافته، از کشورهای کمونیست تا پادشاهی با هم دیدار می‌کردند. همه اونجا بودن. اون مهمونی مثل جشن بلوغ دخترها و پسرها بود. اساساً جشن بلوغ بود. بلوغ ایران. هدف این بود که بگن ما میخوایم با هیاهو به زمره کشورهای طراز اول دنیا بپیوندیم. ولی هیاهوی نابجایی بود. اگر صدها میلیون دلار ولخرجی بکنی باید حساب پس بدی. یه روزی تاوانش میدی. شاید امروز اینجا در استودیو تلویزیون نشسته باشیم، ولی سران کشورها در شرف رسیدن به تخت جمشید در ایران هستند. تا 2500مین سالگرد بنیانگذاری آنچه را که روزگاری امپراتوری ایران بود جشن می‌گیرند. خبرنگار ما باربارا واترز آنجاست. باربارا، این رویداد نکته‌های زیادی داره که باید یاد بگیریم، هم از نظر تاریخی و هم از نظر دوران مدرن، و فکر کردم که چه بهتره ابتدا بگم چه کسی میزبانه، چی کار کرده، کجا و چرا جشن میگیره. میزبان ما اعلیحضرت شاهنشاه یعنی شاه شاهان ایران است، محمد رضا، که از سال 1941 شاه ایرانه. او یکی از پولدارترین مردان جهانه. حکومت کشورش پادشاهی مشروط است. شاه اختیار مطلق داره، نخست وزیر رو انتخاب میکنه، میتونه مجلس رو منحل کنه، فرمانده ارتشه، میتونه فرمان جنگ بده، کنترل مطبوعات در دستشه و انتقاد مجاز از اون بسیار ناچیزه. در واقع حرفش حکم قانون رو داره. I have this firm belief that I have a mission to accomplish. And I believe in God. This is why I say I think that I have a divine command of doing what I'm doing. And this in addition to the special relationship between the Persian people and their king, that makes it a very special relationship that maybe some other people could not understand. مراسم تاجگذاری شاه و فرح بود. من اون موقع‌ها خیلی علاقه‌مند بودم به هنرهای ظریف و از این جهت تمام کارهایی که اینا می‌کردن علاوه مثلا طراحی دنبال می‌کردم. به خاطر همین مثلا رفتم توی خیابون اون موقع شاهرضا بود که کالسکه رد می‌شد. تو اون کالسکه هم مخصوصا با اون لباس فرح خیلی هم طولانی و اینا خیس عرق بود تو اون کالسکه. قشنگ یادم باشه اصلا سیاسی نبودم و بیشتر تحت تاثیر فقر و بیچارگی و مشکلات جامعه و این جورا از یک طرف، و از طرف دیگه که اون موقع اصلا انتخابات مطرح بود و همه آدم‌هایی که بودن دور و بر شاه به نظر من آدم‌های چاپلوس و دستبوس و غیر و اینا که اصلا با روحیه ماها همخوانی نداشت. هر چقدر قدم به قدم رفتیم جلو، آتش اینو داشتیم که یاد بگیریم، بفهمیم، ببینیم تو جامعه چی میگذره، جای ما کجاست، ما با مانع مواجه میشیم. یعنی حتی اون موقع خوندن یک کتاب
مشکل بود. کافی بود یکی از اینا از ما میگرفتن، بعد به حد مرگ میبردن میزدن تا اینکه بالاخره طرف اگر ضعف نشون میداد میگن چی. من نوکرش بودم، وزیرش بودم، دامادش بودم. شاه مرد شرافتمندی بود، شاه مردی بود که کشورش دوست داشت، شاه مرد خانواده بود، آدم باهوشی بود، آدم خوشقلبی بود، همه اینا رو داشت. حالا چون نیست ما میخوایم همه رو گردن اون بندازیم. برای اولین بار شاهد آمدن شاه به مجلس برای به دست گرفتن زمام امور به عنوان جانشین پدرش هستیم. شاپور محمد رضا ولیعهد پیشین حالا بر تخت طاووس تکیه میزند. شاه جدید ناگزیر شد اثبات کند که نسبت به پدر مخلوعش کمتر به آلمان گرایش نشان میدهد. شاه سابق ایران ملت را انقدر چپاول کرد که خزانش لبریز از پول شد. شاه جدید ماموریت آسانی در پیش ندارد. احتمالاً نام ایران خیلی زیاد در اخبار باقی میماند. ببینید، شاه اولا اصلا انتظار نداشتش که پدرش استعفا بده و بنابراین براش سورپرایز بود. حتی معروفه که موقعی که پدرش میرفته گریه میکرد، میگفته منم با خودت ببر. از این نظر خیلی ناراحت بود. بنابراین هنوز نمیدونه سلطنت یعنی چی و از طرفی هم شخصیت پدرش رو نداشت، برای اینکه پدرش قدرت رو با زور گرفته بود، با کودتا گرفته بود و یک نظامی بود. شاه نه، شاه یه بچه‌ای بود که در سوئیس تحصیل کرده بود، میگیم توی پر قو بزرگ شده بود، بنابراین کاراکتر، تربیت، بک‌گراند و گذشته پدرش رو نداشت، ولی میخواست ادای پدرش رو در بیاره. دو چیز آدمای ضعیف خراب میکنه، یکی پوله، یکی مقامه. وقتی به اونجا رسیدن کور میشن. امروز چه کسانی اینجا هستن؟ خب 69 تن از سران دنیا که فهرست بلند بالایه، یا خود سران یا نمایندگانشون. این فهرست شامل 1 امپراتور، 8 پادشاه، 5 ملکه، 15 رئیس جمهوری، 5 امیر، 4 شاهزاده و دوک فرمانروا و 1 شاهدخت، 2 فرماندار کل، 2 وارث آینده تاج و تخت، 4 شاهزاده، 3 معاون رئیس جمهوری از جمله معاون رئیس جمهوری آمریکا، 4 نخست وزیر، 7 شیخ و 1 همسر رئیس جمهوری است. اگه میدونستیم چی هیچ وقت جرأت یه همچی کاری نداشتیم، ولی افتادیم تو این کار دیگه. من اون وقت وارد داستان شدم که همون مهر ماه 1970 بود. یه روزی والازاد اشرف من رو احضار کردم و گفتن که اعلیحضرت تصمیم گرفتن که جشن‌های شاهنشاهی در سال آینده برگزار بشه. شما برین کارهای ایشون رو تحویل بگیرین و تا روزی که جشن تموم نشده شما اونجا باشین. در اون زمان کسی اصلا شورای جشن‌ها رو جدی نمی‌گرفت. رفتم با آقای علام صحبت کردم که وزیر دربار، بهشون گفتم زور دربار رو پشت این بذارین که همه دستگاه‌ها متوجه اهمیت کار بشن. به عرضشون رسید، فرمودن که یک کمیته عالی تشکیل بشه به ریاست وزیر دربار. بعد از اون یه خود کار جدی‌تر شد. سازمان جلب سیاحان 2 هتل پیش بینی کرده بودن، یکی در شیراز، یکی در تخت جمشید. آقای علم گفتن همه دست جمعی بریم به شیراز. در توی شهر اولا خیابون‌های کثیف و دیوارهای خراب، بعد رسیدیم به هتل کوروش. هتلی اونجا نبودش، فقط یه اسکلت فلزی بود که تازه داشتن سرهم میکردن. رفتیم به طرف تخت جمشید، یه جاده 2 خطه پر از اسفالت‌های از بین رفته تا رسیدیم به تخت جمشید.
تخت جمشید اون موقع تا چشم کار میکرد بیابان بود، هیچی نبود اونجا. یک دفعه همه متوجه شدن که چقدر ما در حقیقت از مرحله پرتیم. برگشتیم به شیراز. آقای علام گفتن که آقا اینجا یک کار مملکتی، اگر سر موقع این کارها همه درست نشه من 7 تیر برمی‌دارم یکی یکی شما رو میکشم، بعدم خودم میکشم، چون این آبروی مملکت ما خواهد رفت. چند روز بعدش اینو مطرح کردم. این بیابون پر از مار و عقرب بود. اصلا موضوع پذیرایی و این چیزا رو در شیراز و مهمونهای اینا رو بهتر حذف کنیم. آقای علم گفتن که دعوتنامه ها رفته، نمیشه به هم بزنیم، دیگه کار تموم دیگه باید انجام بشه. ولی اینجا دیگه به فکر من رسید یه کاری بکنیم که اینجا جای امنی باشه. اصلا 30 کیلومتری تخت جمشید سنپاشی کردن، بعد یک کامیون پر از مار و عقرب از اونجا جمع کردن. این یکی مار جعفری خطرناک. روشنفکرها از اواخر قرن 19 استدلال می‌کردند که دلیل استعمار یا به عبارت دیگه دلیل ضعف ایران اسلامه. وقتی پدر شاه و وزرای اون به قدرت رسیدن، اکثرشون تحصیل کرده مؤسسات غربی بودن. عزمشون برای مدرنیته، غربی کردن و همچنین بازگشت به ریشه‌های باستانی ایران جزم بود. بنابراین فرهنگ یا احیای فرهنگی بخش عمده دستور کارشون برای سکولار کردن جامعه ایران بود. یه روز گذشت یه پادشه از یه جا اون قدیم، قد بلند و دور، رضا خان اسمشو نگیم. سگ بود اخلاقش، همه مثل سگ ازش میترسیدن. حرف کم میزد، گفت راهن کشیدن. حرف کم میزد، گفت چه چادر رو برچیدن. آی ملت مدرنیته رو اخلاق سگ آی ملت مدرنیته رو اخلاق سگ آی ملت شارقد و شلیته رو اخلاق سگ شاه در تمام طول سلطنتش نسبت به میراث پدرش بسیار آگاه بود. اما فکر میکنم در عین حال میخواست خودش رو از پدرش متمایز کنه و بگه من این کار رو میتونم بهتر انجام بدم. I never saw him in exile. I was exchanging letters. He will never try to really tell me what to do. Only one recommendation. Don't be afraid of anything, ever. That is not possible. I mean, physically, I'm not afraid of anything, ever. Death doesn't mean anything for me. I have seen it so many times right in front of myself, in my eyes. And I know that the day will come. When the day comes, nothing will stop it. But mentally, constantly you're afraid of something. شما اگر تاریخ ایران رو بدونید، در سالهای 50 اختلافی که بین مصدق و شاه بود در این جمله خلاصه میشد: شاه باید سلطنت کند نه حکومت. مصدق مثل نخست وزیرهای قبلی نبود. مصدق میخواست برگرده به قانون اساسی و شاه فقط بشه سلطنت مشروطه و شاه اینو نمیخواست. شاه میدید که روز به روز داره قدرتش رو از دست میده. بار دیگر خاورمیانه کانون توجه شده، چرا که رویدادها در ایران تب و تابی مضاعف گرفته.
شاه و ملکه پس از آنکه ناگزیر به گریز از کاخشان در تهران شدند، بعد از اقدام گارد سلطنتی برای دستگیری دکتر مصدق و امتناع شاه از انحلال مجلس به درخواست مصدق به روم آمدند. I had not abandoned hope. My heart was light. It took only 2 days before the people called me back. بالاخره هم خب مصدق با کودتای آمریکای انگلیسی میدونید که سقوط کرد. Until 53, my life was a succession of pain and suffering and humiliation. پس شاه در سال 1953 برمیگرده و خیلی خوب میدونه که این کودتای خارجی هم به اسم او تموم میشه و خیلی خوبم میدونه که به کشوری برمیگرده که اساساً میلی به اون نداره. پس به عنوان سیاستمدار چی کار باید بکنه؟ 2 تا راه پیش رو هست. یکی این که دوباره تلاش کنه شاه ملت باشه، اونم در شرایطی که جامعه هنوز آشفته است. تندرویی موج میزنه، سرخوردگی فراوانی وجود داره، یا اینکه با مشت آهنین حکومت کنه و شاه به مدد درآمدهای زیاد نفتی و به لطف اعتماد به نفس ناشی از همپیمانی با آمریکا یه حکومت امنیتی نظامی مستقر کرد تا ببینه چطور میتونه در مقام پادشاه همچنان صاحب تاج و تخت بمونه. تعطیلات عید پیش میمد، آقای علم رفتم به اروپا. Je ne sais pas si la n'est de plus blonde, mais de plus belle, il n'en est pas pour moi. Elle est vraiment toute la joie du monde. Ma vie commence dès que je la vois. Et je fais oh, et je fais ah. C'est si bon. آقای علم تا برگشتن جلسه تشکیل دادن و اشاره کردن، گفتن که شاید هم بد نباشه ما اونجا چادر بزنیم پذیرایی کنیم، چون در زمان قدیم هم چادر میزدن. این مؤسسه فرانسوی جانسن طرحی تهیه کرده که ما یک خونه‌های پیش ساخته بسازیم، روش هم یه چیز پلاستیکی میکشیم به صورت چادر. آقای علم بسیار کاردان بود، شخصیتش کارآمد بود، ساده ترین راه رو برای انجام کار پیدا میکرد. میرفت سراغ آدمهای حرفه‌ای که چادرها رو بسازن، غذا رو بپزن، پذیرایی کنن، پیش خدمت بیارن. اون موقع ماکسیم یکی از بهترین رستوران‌های فرانسه محسوب میشد. خانواده وادابل نام اون رستوران رو در دنیا مشهور کرده بود. ما در بوستون بودیم. ماکسیم مراسم مجللی رو در اپرای بوستون ترتیب داده بود. در حال صرف شام با آقای واداب بودیم که گفت قرار تاریخ ساز شی. من هیجان زده بودم که میتونستم در رویدادی جهانی نقشی کوچک ایفا کنم. اول گفتند که جشن داخلیه، اصلا صحبت دعوت از شاهان و این حرفا نبود. صحبت جشن در داخل مملکت بود. اینی که پادشاهان بیانه، اصلا صحبت این حرفا اون موقع نبود. بعد از اینی که آقای علم این قرارداد با مؤسسه جانسن و مکسیم بستن، توجه زیاد شد به این جشن و از این طریق بودش که چشم همچشمی پیدا شد. روی باند فرودگاه بیرون پاریس چادرهای بزرگی برپا می شود. آنها در راه عزیمت به تخت جمشید برای برپایی جشن تأسیس امپراتوری ایران توسط کوروش کبیر هستند. کوروش کبیر ارزش مذهبی سیاسی داره. نامش ظاهراً در قرآن اومده، نامش قطعاً در انجیل برده شده،
و هیچ کسی در هیچ زمانی اونو ویران نکرده. شخصیتیه که همه جناح‌های سیاسی میتونن از اون پشتوانه بگیرن. معتقد به اصالت انسانه، پیشگام روشنگریه، یهودیان از بردگی رهانیده، به اقلیت‌ها مهر می‌ورزه و کرامت انسانی مردم رو ارج می‌گذاره. در نتیجه کوروش لوح سپیدی میشه که شاه تصویر خودشو بر اون میتابونه تا شاید در سایه شکوه او دیده بشه. He was the first to introduce justice. He was the first man who introduced the Bill of Rights. We have the scroll. Well, you have the real scroll in your museum. You took it from us. کاش که تو جامعه ما اون حرف ها مثلا پا میگرفت و میرفت جلو. شاه هر قدم که رفت جلو و سیستم ساواک و سرکوبش و اینا درست مخالف اون چیزایی که تو اون لوحه کوروش نوشته عمل کرد. ساواک شب ریخت خونه ما. ساعت 11 شب بود. مادرم من بیدار کرد. اسمان بلند شد. ساواکیا خونه پرن، همه جا رو گشتن و هیچی گیر نیاوردن. برام باورم نمیشد این همه کتاب تو خونه، حتما شانس هم آوردن. دیگه اینجاها شدیم سیاسی، یعنی واقعا این چه سیستمیه. فکر می‌کنم مشکل انقلاب سفید از بسیاری جهات این بود که فرایندی از بالا به پایین بود. فرایندی که عمدتاً هدفش وجاهت بخشیدن به شاه به عنوان پادشاهی بود که خیلی خیرخواهه و در حق ایرانی‌ها هم نیکوکاری میکنه. پس میشه گفت که بیشتر از هر چیز دیگه‌ای یک عمل تبلیغاتی بود. If you're unhappy that your country is saying goodbye to a feudalistic system, if you're unhappy that half of the population of your country, the women, are emancipated, well, this I cannot help. خمینی نسل در نسل روحانی بود. پدر بزرگش و پدرش همگی علوم اسلامی رو فرا گرفته بودن. پس در نظر اون اینکه ایران یک کشور اسلامی نبود کاملا غیر قابل قبول بود. اول خمینی نامه می‌نویسه به شاه. آقا این کارا رو نکنید. این کارا مخالف اسلام و اینها. شاه نه فقط جواب نمیده، کماندوها میریزن توی مدرسه فیضیه، در و پنجره ها رو میشکنن و حتی شاید یکی دو نفر کشته میشن، عده زیادی دستگیر میشن. خب اینجا دیگه اعلام جنگ با آخوندا. یه عده از رجال سابق که بیشتر هم همکارای پدرش بودن میان بهش میگن این کارو نکن، این کار خطرناکه. تمام اینا رو دستور میده اخراج میکنن. یعنی دیگه با اینا کار نمیکنه. و این ژنریشن جدید است کسی اون شخصیت نداره که بگه آقا راه شما اشتباهه، شما دارید هم خودتون و هم ما رو میبرید به جهنم. I had to send one of those stubborn obscurantist clergymen abroad. He had to travel. این انقلاب ننگین و خونین به اصطلاح سفید که در یک روز با تانک و مسلسل 15,000 مسلمان را آنطور که معروف است از پای درآورد، روزگار ملت را سیاه تر ساخت. در بسیاری از شهرستانها و اکثر روستاها دکتر و دارو وجود ندارد. از مدرسه، حمام و آب آشامیدنی سالم خبری نیست. در بعضی از دهات کودکان معصوم را از گرسنگی به چرا میبرند.
ولی دستگاه جبار صدها میلیون تومان از سرمایه این مملکت را صرف جشن‌های ننگین می‌کند و از همه مصیبت‌ها بالاتر جشن منحوس 2500 ساله شاهنشاهی. دنیا بداند که این جشن‌ها مربوط به ملت شریف و مسلمان ایران نیست و دایر کننده و شرکت کننده این جشن‌ها خائن به اسلام و به ملت ایران می باشند. I'm probably more religious than those people myself. This is the story of my life. I'm mystical, I'm religious, but I believe the true religion, the religion of God, the religion of our prophet, and not what has been added to it by those who want to make it a job, a profiteering job for themselves. در دشت‌های جنوبی ایران بزرگترین معضل کمبود آب است. مردم بی‌صبرانه منتظر بارانند. بزرگترین آرزو چیه؟ زندگی بهتر، پول فراوون تا بتونیم خوش بگذرونیم. اما چیز خاصی مد نظرت نیست؟ هر چیزی خوشحالم میکنه، نمیدونم. چیزی هم تو رو وسوسه میکنه؟ چرخ خیاطی. تا حالا شاه رو دیدی؟ نه. هیچ وقت اونو ندیدم، اما دلم میخواد که ببینم. شاه کیه؟ شاه خداست. خدای کوچیک ملت شاهه. ما براش دعا میکنیم و خیلی دوستش داریم. کلمه شاه با کمالگرایی عجین شده بود و ایرانیان واقعا شاه رو دوست داشتن. دست کم موقعی که من جوان بودم جامعه همچین شرایطی داشت. از نظر مردم داشتن شاه مهم بود. شاه بخشی از زندگی روزمره ما بود. بزرگترین نمایش روی زمین در عین حال اختصاصی ترین نمایش هم هست. شاه ایران 60 تن از سران دنیا را از نقاط دوردست دعوت کرده، از نروژ تا نپال، از لسوتو تا لیختنشتاین، تا 3 روز را در این دهکده مخصوص سلطنتی سپری کنند. حتی هیئتی هم از بریتانیا دعوت شده. هنگامی که شاهزاده فیلیپ و شاه دخت ان برای این مهمانی 3 روزه به اینجا در تخت جمشید میرسند، همانند سایر کشورها در چادر اقامت خواهند کرد. در حقیقت به ما گفته شده درون این چادر، هرچند امکان دارد به خاطر پروتکل نظرشان عوض شود و همه جای این را تغییر دهند، در هر کدام از این چادرها از این قبیل چیزها خواهید دید: 6 گیلاس بلورین روی یک سینی صدفی، این شمع معطر داخل استوانه شیشه‌ای با ماری تزئینی و یک زیرسیگاری ایرانی قلمکاری شده. شاه دخت ان برای چای صبحانه‌اش تنها کافی است زنگوله کنار تختش را به صدا درآورد تا پیشخدمتی شخصی که روی تختی تاشو در آشپزخانه می‌خوابد از او پذیرایی کند. چادرها کاملا مجهزند و همه ترتیبات داده شده. چادرها همگی با سلیقه در جنگلی از نهالهای جوان برپا شده‌اند. 15,000 اصل نهال را از باغ کاخ ورسای آوردند. همینطور 15,000 گلدان گل. بعد نوبت به غذا میرسد که در خیمه بزرگ غذاخوری صرف می شود. 4 تن غذا که همه را از پاریس می آورند. فرانسوی‌ها حتی یک کلوپ سلطنتی هم ساختند. از مراحل آمادگی برای مهمانی راضی هستید؟ C'est un peu comme le couronnement quand on me pensait, on a tellement de choses à faire, une tellement grande responsabilité pour vraiment toute... on est en train de montrer, on est en train de célébrer 2500 ans de culture et d'histoire d'un pays. De voir que tout aille bien et il faut voir tous les petits détails.
C'est surtout, on est tellement occupé, on travaille, on n'a pas le temps. C'est après qu'on va peut-être penser qu'est-ce que c'était et comment on s'est senti. Maintenant, c'est le travail. من 8 فصل در هتل پالاس در سن موریس کار کرده بودم. اونجا بعد از فصل مسافرت منو صدا زدن و گفتن شاه ایران میخواد مهمونی مجللی ترتیب بده. برای همین همه ما به تخت جمشید میریم. ما حدود 40-50 نفر از هتل پالاس رفتیم. از دره روستای زادگاه هم سوار قطار شدم و یک سوسیس سوئیسی و یک تکه نونم برداشتم. دوستانم همه قبلا به تهران رفته بودن و در هتل هیلتون خاویار و شامپاین خورده بودن. وقتی سوار هواپیما شدیم همه ساکت بودند چون خیلی ها از پرواز ترس داشتند. اکثرشون هرگز سوار هواپیما نشده بودند. یادم هست وقتی خلبان اعلام کرد وارد حریم هوایی ایران شدیم، یکی از دوستان از پنجره به بیرون نگاه کرد و گفت زیر این زمین پر از نفته. که فرزند این سرزمینم در پی توشه ای خوش چینم شادم از پیشه خوش چینی. پادشاهان اسکاندیناوی هر سه با یک هواپیما اومدن. من همراه پسرعموی یونانیم شاه کنستانتین سوار اون هواپیما شدم. یادم هست در هواپیما درباره جواهرالات ملکه ها صحبت می‌کردن که همراه خودشون به ایران می آوردن. ملکه آنماری گفت من گردنبند زمرد آوردم که خیلی درشته، یعنی زمردهای رومانوفه. همه داشتن پوز میدادن که من گفتم گوش کنید، در مقایسه با جواهرات شهبانو فرح با اینا خروس قندی هم نمیدن، چون نفیسترین جواهرات روی زمین رو داره. اولش تصور میکردم کل مهمونی زرق و برقه یا به قول آلمانیا شیکیمیکیه، یعنی قدری خوش سلیقگی و قدری هم تفرعن، ولی چیزی جالبی نداره. اما بعدش نظرم عوض شد. تو بیابون درخت کاشتن. نقل بود که 50,000 پرنده وارد کردن. تعداد باور نکردنی پرنده اونجا بود. ولی متاسفانه ظرف 3 روز مردن چون تحمل اون آب و هوا رو نداشتن. شاه سفارش کلی پرستو از اسپانیا داده بود، ولی آب کافی برای همه اون پرنده ها وجود نداشت. بعضی‌ها میافتادن و تقریبا تلف میشدن. چیز قشنگی نبود، ولی شاه میخواست اونجا شبیه جنگل بشه. نمیدونم چرا شاه اون همه درخت رو به بیابون آورده بود. یه زمین گلف درست کرده بودن با بانکر و چمن و آبگیر. فوق‌العاده بود. دور تا دور ما بیابون بی آب و علف بود. خب من هرگز تصور نمی کردم که اونا بتونن آشپزخونه‌ای با نانوایی در چنان جایی دایر کنند و یه سردخونه. متعجب شده بودم. روزهای متمادی یه هواپیمای بزرگ کلی یخ می آورد. یه قالب بزرگ یخ می آورد وسط بیابون، بزرگ به اندازه یه گاراژ. اندازه جای یه ماشین یه قالب یخ که هر روز می آوردن و ما به بیابون می رفتیم تا خودمون رو با این قالب یخ خنک کنیم. فقط من روز آخر متوجه شدم که باید این قالب یخ رو برای سطره‌ی یخ شراب سفید خرد کنیم.
لابد یه جایی دربارش خونده بودم ولی عجیب به نظر می رسید. چون خبرنگار مهمونیا بودم و این قرار بود بزرگترین مهمونی باشه، من میبایست اونجا می بودم. چند روزی تهران موندم، اما یکی از نکات جالبی که دیدم و بعداً تو گزارشام دربارش نوشته بودم این بود که خیلی از مردم از اون جشن راضی نبودن و از اون انتقاد میکردن که وقتی پول ندارم بچه هاشون رو به مدرسه بفرستن یا شکمشون رو سیر کنن، چرا اون همه پول باید صرف جشن بشه؟ و من اونجا بودم و افرادی رو دیدم که گفتن میخوان به یک میتینگ برن، میتینگ زیرزمینی، ولی گفتم برای بردن تو به اونجا باید چشماتو ببندیم. من وارد یه اتاق شدم و دیدم که همه حضار مرد بودن و همه از دست شاه خیلی عصبانی بودن و میگفتن این امپراتوری قلابیه، پدر شاه دهقان بوده، اون امپراتور نیست و داره صدها میلیون دلار خرج این جشن‌ها میکنه که از توان کشورمون خارجه. سه تا گوینده به ما پیشنهاد شد. جیمز میسون، یک گوینده تلویزیون بود که میگفتن خیلی خوبه، و یکی هم اورسون ولز. Cyrus, King of Kings, champion long before Magna Carta of human rights and liberties. Cyrus, the founder of Persian culture and the father of Iran, the land 5 times the size of Great Britain, which this Shah rules today. It had fallen to him, after a twilight in his nation's long history, to remind the world and his own people of Persian pride. It was out of this world. I had a shiver going down my spine. It was remarkable when the Shah addresses Cyrus and he said, "Sleep well. We are alert." بخواب ما بیداریم. کوروش بخواب ما بیداریم. بیدار نبودن. کوروش شاه بزرگ. What was extraordinary that as Shah was speaking, suddenly on both sides of the tomb, the dust devil in spiral of dust. He repeats, and it goes again up. So it was an extraordinary. And I said, how did they accomplish that? I thought it was prepared. It was like a play, vaudeville. It was like a opera, the stage, and I was moved. بر تو درود باد در این لحظه پرشکوه تاریخ ایران. من و همه ایرانیان، همه فرزندان این شاهنشاهی کهن که 2500 سال پیش به دست تو بنیاد نهاده شد، در برابر آرامگاه تو سر ستایش فرود می آوریم و خاطره فراموش نشدنی تو را پاس می داریم. واقعا برای جامعه ایران اولا دوره خیلی سختی بود، گفتم از نظر ترور، از نظر دوران وحشت، فشار و اینها. بعدم همه چیز خیلی مصنوعی و ظاهرسازی و مسخره بود. یعنی واقعا وقتی گفت کوروش بخواب ما بیداریم، it's joking. برای همه مردم it's joking. یعنی من فکر کنم از اون زمان دیگه شاه به کلی تبدیل شد به یه سمبل مسخره و حتی سمبل نفرت در ایران. بسیار پرمعنی و هنوز بعد از این همه سال وقتی شما بخونین میبینین که چقدر سخنرانی قشنگی.
اونهایی که با این دستگاه مخالف بودن یک جمله‌شو گرفتن که کوروش آسوده بخواب که ما بیداریم. عین او حرفاشو درست کرده بودن. آسوده بخواب ما ایران رو برباد میدهیم، آسوده بخواب نفتش رو برباد میدهیم، آسوده بخواب سرمایه‌اش رو برباد میدهیم. همینجور برای ساخته بودن. آخرین روز قبل از اون که همه چیز شروع بشه، آقای علم اومد و خواست که همه ما به سالن بزرگ بریم. گفتش گوش کنید، از فردا هر کس خودش مسئوله. اگر با مشکل مواجه شدین، عقلتون رو به کار بگیرین و خودتون راه حل رو پیدا کنید. تصور کنید تو جنگ هستید. هنوز که حرفاشو به یاد میارم هیجان زده میشم و موهای تنم سیخ میشه. In the middle of October 1971, 62 heads of state converged on the airport of the fairy tale city of Shiraz. In a patchwork of color, in a whirl of salutes, bows and curtsies, familiar faces in the world scene stepped out of their aircraft over red carpets fringed with guards of honor into the welcoming Persian sunlight. It was just like this. Too much was happening to pick out the detail. For all the arrivals, ceremony and protocol had to be carefully observed. None who were there saw it all. So began one of the most historic cultural gatherings the world has ever seen. تنها کسی که در مقر تخت جمشید نشسته بود من بودم. خوابم نمی برد. بسیار هراس داشتم. چون در چنین جشن مفصلی هر اتفاق کوچکی میتونه به یه رسوایی بدل بشه. یکی از کشورهای آفریقایی از سفارتخونه ما خواست که اجازه بدیم اونها 10 نفر آدم همراه رئیس کشورشون بیارن. حد اکثر 5 نفر مجاز بود. اونا گفتن اینها گارد شخصی اون هستند و 2 نفرشون باید زیر تختش بخوابن. برای همین اعلیحضرت فرمودند ایرادی نداره. بگذارید این یکی 10 نفر آدم بیاره و اونم 10 نفر آورد. حایل سلاسی با هواپیماش 75 نفر آدم آورد. خوب یادمه که حسابی از کوره در رفتم. چون کی میخواست 85 نفر رو تر و خوش کنه؟ هرگز همچین چادری ندیده بودم. مثل چادرهای عادی کمپینگ نبود، شبیه خونه کوچیکی بود. منظورم اینه که شیک بود و انگار تمام اسباب اساسیش رو از مجله دکوراسیون بیرون آورده بودن. میتونستی صندلیت رو برداری و بیرون چادر بنشینی. برای همین بعضی از شاه‌ها و ملکه‌ها بیرون چادرهاشون نشسته بودن یا در چادر رو باز گذاشته بودن. مثلا شاهزاده فیلیپ بریتانیا برای شاه دانمارک دست تکون میداد. همه در حال خوشوبش و احوال پرسی بودن. دم چادرها میایستادند و گپ میزدن. هرگز به عمرم همچین صحنه‌ای ندیده بودم. همه چیز رو با نهایت سلیقه انجام داده بودند. مثل آدم‌های نوکیسه و تازه به دوران رسیده نبود که مثلا همه جا رو طلا یا مرمر زده باشن. خوش سلیقه بودن. چادراش بسیار زیبا بود. هنوز جلوی چشممه. داخل چادر وسایل زندگی رو خیلی با سلیقه چیده بودن. مثلا تو هر کشو قرص و تامپون بود. میدونید آدم مثل خونه خودش احساس راحتی میکرد.
هر 3 قدم که برمی داشتی یه مأمور نگهبان میدیدی. پادشاه دانمارک میخواست داخل چادری بره، اونو انداختن بیرون. بعدم فهمیدن که اون پادشاه دانمارکه. تدابیر امنیتی بسیار شدید بود. گفته میشد که از اون کوههایی که شمال تخت جمشید هست ممکنه یه عده گوریلا حرکت کنن، این بساطو به هم بزنن. در سال 1971 جنگ‌های چریکی بیشتر و بیشتری اتفاق می‌افتاد. نه تنها تو ایران بلکه تو خیلی جاهای دیگه. جریان ضد فرهنگی ویتنام، انقلاب کوبا و چگوارا. اونا اصلاح طلب نبودن، بورژوا نبودن، آدمایی نبودن که غم نان و اجاره خونه داشته باشن. دل مشغولیشون دگرگون کردن کشورشون و همچنین تاریخ دنیا بود. مخالفت با این رژیم از دید این رژیم فرق نمیکنه که شما سیاسی بکنی یا با اسلحه بکنی. پس با اسلحه بکنی. تمامی دانشگاه‌ها موقع جشن 2500 ساله تعطیل شدن. همه رو می‌بستن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یه امنیتی به وجود بیارن که بتونن جشن‌ها برگزار بکنن. زندونا رو پر کردن. همین نماینده‌های دانشجو تو زندان بودن. همه. آیا درسته که اعتراض در دانشگاه‌های ایران منع شده؟ Quelle contestation? Avec quoi? Contre quoi? Contre la politique de notre pays, qui est notre politique d'indépendance nationale. Je crois que la question ne se pose pas, personne n'en parle. از نظر بسیاری از منتقدان در غرب، شاه ایران دیکتاتوری بی‌اعتبار بود، نه مردی لیبرال. حدود 5 پادشاه و 5 رئیس جمهور شرکت نکردند. بهانه‌ها که آورده بودند بی‌معنا بود و واقعا تحت فشار فضایی بود که در این کشورها ایجاد شده بود و اونها ناگزیر شرکت نکردند. بعضی از اونها نسبت به ظاهرسازی‌های شاه قدری ناخشنود بودند. مثلا در بریتانیا روشن بود که مایل نیستن ملکه الیزابت به ایران بره. چون فکر میکردن اگه شاه ایران زور میزنه که برترین پادشاه دنیا بشه، اون وقت ما نمیخوایم در موقعیتی قرار بگیریم که صاحب تاج و تخت کشورمون فرودست جلوه کنه و به شاهنشاه ادای احترام کنه. شما وقتی رؤسای کشورهای دنیا رو فراهم جمع میکنی اونجا، در واقع به اون جامعت میگی که نماینده از اونا داری، جشن برای مردمت نمیگیری، برای اونا میگیری. پس اونا از دید شما محورند و اهمیت دارن، نه مردم خود شما. من یادمه چون من یه ماه قبل از جشن گرفتن خیابون شاهرضا رو همه جاش رو تزیین میکردن. زندان خیلی پر بود. اینقدر پر بود جای خواب نبود. جایی که من میخوابیدم و اینا واقعا جایی بود که قدم کوتاه و اینا هیچ کی نمیتونست بخوابه، اینقدر پام رو هوا بود. اعلیحضرت، کسایی هستن که فکر میکنن ایران نباید میلیون‌ها دلار صرف این جشن میکرد، چرا که هنوز مردم نیازمندن. شما به این منتقدات چگونه پاسخ میدید و چرا فکر میکنید برگزاری این جشن اهمیت داره؟ First of all, how do they know about what is spent? Really, the only expenses that are made for the festivities are the 2 official dinners that we are going to give our guests. This is the least that we could do for such a gathering. همه رأس ساعت 8 شب به ورودی چادر بزرگ رسیدن. یه تصویر رویایی و خیالی بود. باور نکردنی بود. بزرگترین اتفاق زندگیم بود دیدن اون همه آدم مهم حیرت آور بود. چون جا کم بود مثلا حتی وزرا رو هم دعوت نکرده بودن. هیئت دولت ایران هم اونجا نبود. حتی ایرانیام دعوت نشده بودن. به خاطر اینکه واقعا جا نبود. حتی برای چند نفر.
اونها دقیق برنامه ریزی نکرده بودن که میخوام با این همه پادشاه چیکار کنن. اونها رو تو اون چادرها جا داده بودن، اما بعدش چی؟ هیچ کسی واقعا به این فکر نکرده بود که وقتی همه به اون چادر بزرگ میان چی میشه. برای همین شاه و شهبانو اونجا ایستاده بودن و خوش آمد میگفتن، ولی کم کم صف مهمونا طولانی شد چون نمیتونستن وارد بشن. اونها نمیتونستن سریع وارد شن. مشکل این بود که بعضیا سر وقت نیومدن و هیچ کس طی 2-3 دقیقه وارد سالن نشد. بنابراین بعد از مدتی صف ایجاد شد. طبق تشریفات پادشاهان بر دیگران اولویت داشتن، البته به خاطر مقامشون. بنابراین باید اول میرفتن داخل، ولی تعدادشون زیاد بود و همینطور هم بهشون اضافه میشد. بعد 2 صف درست شده بود، یکی برای پادشاهان و ملکه ها، یکی هم برای اشخاصی مثل نخست وزیرها یا رئیس جمهورها. باور کردنی نبود. و بعد این طوفان بزرگ گرد و خاک به راه افتاد. آرایش موی مهمونا به هم ریخت. ناچار بودن تاج‌ها رو 2 دستی بچسبن تا باد نبره. لباس‌ها تو باد به بالا میرفت و گرد و خاک تو چشم مردم میرفت و اونا سعی میکردن زورزورکی وارد چادر شن. اون طوفان در بدترین موقع پیش اومد. میترسیدم اون چلچراغ بزرگ سر یکی از مهمونا بیفته. گویا دنیا به آخر رسیده بود و این دقیقاً چیزی نبود که شاه ایران برای آغاز مهمونیش توقع داشت. آخر سر همه روی هم تلمبار شده بودند و نمیدونستن چه کار کنن. خیلی از مهمونای اروپایی خویشاوند بودن، ولی خیلی از مهمونا هم دیگر رو نمیشناختن. کسی اونجا نبود که مثلا بگه سلام ایشون امپراتور ژاپن هستن یا مایلم هایله سلاسی رو ملاقات کنی. برای همین همه در گوشه و کنار ایستاده بودن و به هم خیره شده بودن. پادشاه‌ها و کمونیست‌ها چطور کنار اومدن؟ عالی عالی. کمونیست‌ها و پادشاه‌ها با هم عالی برخورد کردند. درست مثل اغلب اوقات. با اینکه روس‌ها خدا میدونه چند عضو خاندان سلطنتی رو کشته بودن، اما اونا همه متعلق به گذشته بود. قبل از شروع مهمانی سرپیش خدمت اظهار رفت و ناچار شدیم ببریمش درمانگاه تا به او دارو بدن و حالش جا بیاد. در داخل چادر پزشکی 5 نفر دست و پاشو گرفته بودن و ناچار شدیم به اون آمپول آرام بخش بزنیم. به اون فشار اومده بود، نمیگذاشت آمپول بزنیم. 5 نفر اون رو گرفته بودن چون اختیارش از دست داده بود. فشار فراوانی بر ما وارد میشد چون اون همه سران کشورها اومده بودن و غذا درست حسابی آماده نشده بود. و وقتی سرپیش خدمت باشید توقع چنون وضعی رو ندارید. اما فکر نمی کنم که مهمون‌ها متوجه شدن، چون وقتی رسیدن اونقدر حرف برای گفتن داشتن که نیم ساعت این طرف و اون طرف ده زیاد فرقی نمی کرد. هوای محوطه آشپزخونه هم بسیار داغ بود. برای همین کسایی که تو آشپزخونه کار میکردن عملاً عریان بودن. بیشتر لباساشون رو در آورده بودن و مردا از این لباس زیرای شبیه بیکینی پوشیده بودن. این کتابچه بزرگی بود که منوی غذاها توش بود. توش یه آینه بسیار زیبا هست که بتونی ببینی کجا هستی. پیش غذا او دوکی اوپرل دو بندر پهلوی بود. همه چیز از بهترین نوع بود. 1000 کیلو خاویار و خاویارش خاویار قلابی نبود. در ضیافت شام بزرگ خاویار سرو می‌کردن. نه، اینطور نبود که شب و روز به ما خاویار بدن. رعایت پروتکل بزرگترین کابوس بود. سر میز شام همه نگاه میکردن ببینن بقیه کجا نشستن و کی جای بهتری نشسته. برای همین همه چیز سردرگم بود.
تماشای همه این نگاه های معنادار خیلی جالب بود. 3 پیشخدمت مسئول رسیدگی به هر میز بود و هر کدوم دیگری رو کنترل میکرد. اونا از نیروهای ارتش بودن و مراقب بودن مبادا ما در غذا یا نوشیدنشون سم بریزیم. شرابشون نابترین شراب وینتیج فرانسه بود، از بهترین سالها و بهترین مارکها. شامپاین 2500 بطری، شاتو بریون، شاتو لاتور، شاتو لافیت. بوردو 1000 بطری، بورگاندی 1000 بطری. پیشغذای دوم موس خرچنگ رودخانه با سس نانتوا بود. راسته بره شکمپر که با آب خودش پخته شده بود. بره فرانسوی بود که لخت کرده بودند. داخلش قارچ، ترافل و فواگرا گذاشته بودند. برای تزیینش هم سری قوچ رو در هر سینی غذا گذاشته بودند. راستشو بخواین من خودم لب به غذا نزدم، چون فقط به دور و برم و به آدما نگاه میکردم. رومیزی یه تیکه بود و 100 و چند متر طول داشت. طاووس امپراتوری در دربار احاطه شده بود. طاووس؟ اصلا من هیچ وقت نشدم کسی گوشت طاووس بخوره. طاووس فقط برای دکور بود. ما شکم بلدرچینا رو با فواگرا و ترافل پر کردیم. در سینی هم بین بلدرچینا طاووس گذاشتیم تا ظرف زیباتر جلوه کنه. نمایش نور و صدا رو به یاد میارم. هوا خیلی سرد بود و باد تندی میامد و همه واقعا خسته شده بودن و ترجیح میدادن به جای اینکه شال دور خودشون بپیچن و برای تماشای نمایش نور و صدا به بالای تپه برن، به چادراشون برگردن. دروازه های گاو های بالداری را که سر انسان دارند بگشایید. مراسم که تموم شد چراغ روشن نشد و همه چی تاریک بود. 3 دقیقه تاریک بود. 3 دقیقه زمان زیادیه. دویدم که برم که توی اون اتاق کنترل ببینم که چی اتفاق افتاده. 1 دقیقه 2 دقیقه ای که این فاصله بود، خونپاره هایی که منفجر شده بود خیلی همه رو به وحشت انداخته بود. خیال کردن خرابکارا ریختن نگاری کردن. در سان فرانسیسکو دیشب در کنسولگری ایران انفجاری رخ داده که این ساختمان سنگی 3 طبقه را به آتش کشیده است. خسارت سنگینی وارد شده ولی کسی آسیب ندیده. شماری از ایرانیان در نقاط مختلف آمریکا به جشن‌های مجلل شاه ایران به مناسبت 2500مین سالگرد بنیانگذاری شاهنشاهی اعتراض کردند. ما در ادامه این بخش خبری نیم ساعته بخش‌های از آن را به طور زنده گزارش می‌کنیم. اون روز تمام تلویزیون‌های دنیایی در تمام جا داشتن نشونش میدادن. این چقدر باید خرج بکنید برای این کار که همچین پابلیستی خوب بگیرید. در این قسمت کسی نمیتونه بگه که خوب نبود. فقط اون مراسم میتونست این رو باعث بشه که شما از 70 مملکت داشته باشین بنشینن توی تخت جمشید و راجع به تاریخ ایران در حقیقت آموزش ببینن که اصلا این مملکت چی بوده، چی شده، چه مراحلی گذرونده. وقتی که اینا از دور شروع کردن به حرکت و اون دهلا رو زدن و طبلا رو زدن و شیپورا رو کشیدن با اون نظمی که اومدن رد شدن، همه دهنشون باز مونده بود.
are firmly on our feet. And by the grace of God, we are going to progress. And with or without the sympathy of the outside countries or people, we shall enter the era of the great civilization. We shall regain our past prestige. And I hope that you will know that I'm not speaking in a spirit of vanity. I am full of humility, but I am very sure of my people and very sure of our destiny. تمدن بزرگ واژه کلیدی بود که بارها و بارها تکرار میشد. در هر سخنرانی شنیده میشد و در تیتر روزنامه ها دیده میشد. هدف این بود که به ما حس غرور ببخشه و کمک کنه مدرنیزه کردن ایران رو به پیش ببریم و به خودمون به عنوان ایرانی اعتماد به نفس داشته باشیم. به عنوان یه ایرانی یک احساس عجیبی بر من پیدا شد که الانم که میگم باز همونطور اثر میذاره رو. ایرانی که هیچ کسی قبولش نداشت، توی دنیا جز کشورهای عقب مونده بودش. وقتی دیدم که یه همچی چیزی واقعا اثر گذاشت. بله. خانه اینا اینجوری بود، یه راست می‌بردن اتاق شکنجه. اگر از شما قرار بگیرن، کتاب بگیرن، کسی راجع به شما حرف زده باشه، اینقدر میزنن تا بالاخره پدر شما رو در بیارن که شما هم 2 کلام بیشتر بگید. What I can say is that we are now sophisticated enough to use the same methods that you people are using for interrogating the people that you have to. مشخصاً به کدام کشور اشاره می‌کنید؟ Any of the sophisticated societies, they have some very efficient system of interrogation, which is much more psychological than physical. و شما هم همون کارو می‌کنید. و این عمل رو قابل توجیه می‌دونید؟ That depends on what cases. In case of betrayal of one's country, I could say anything goes. میگرفتن دستار میبستن و پاهارم میبستن. انواع اقسام شلاقا داشتن که دردهای مختلف میده. مثلا با شلاق کلوفتر میزنن و بعد این مثلا میبینن پا خیلی باد کرده با شلاق باریکتر میزنن. متوجه این؟ چون بعض وقتا یه چیز خیلی کلوف که میزنن اصلا میزنه میشکنه انگشتا رو. You can see films, for instance. You can hear stories that even in police precincts, a police officer or detective gets so mad at the behavior of the fellow that he has just arrested that he loses his head and he just punches on that fellow or breaks a chair on his head. These are some kind of human reactions that it's almost beyond control. حقوق بشر کسی من نمیتونه به رئیس جمهوراش گفتم درس بده، چون ما به اینا درس دادیم، عملم کردیم. اینا که اصلا دیگه نه حقوق بشری دارن نه همه. اینه که امروز در قرن 21 میبینیم حقوق بشر توشه مایفوت.
این همه میلیاردها پول خرج کردن برای این تظاهرات بی‌معنی هیچی، برای اینکه تاریخ ایران بود. یعنی نشون میداد یعنی تو با همه این کارا نمیتونی ما رو گول بزنی. رژیم تو یه رژیم پلیسیه، حکومت تو یه حکومت پلیسیه، یه حکومت فاسده. بنابراین هی میخواد خودتو به عنوان جانشین کوروش، ولی نه، یعنی این تو به بزرگی و عظمت و اعتبار ایران چیزی اضافه نکردی. ویژگی یک ایرانی چیست؟ کدوم خصلت مرد قبیله نشینی رو که هزاران کیلومتر دورتر از اینجاست با انسانی که در تهران مهمانی برگزار میکنه پیوند میده؟ پیوند مشترک همه اینها چیست؟ I'm not making any propaganda, but I think it's the crown, the king. که شما باشی. At this moment, yes. The climax of the celebrations. The first glimpse of the floodlit monument outside the airport of Tehran in honor of the present Shah. بنای میدان شهیاد یادآور لحظه یا نوعی تصویر تاریخی برای ایرانیانه که نوید بخش نیکبختیه و فکر میکنم که بسیار دردناکه که نیکبختی همیشه در گذشته است. وقتی هواپیما رفتند، علم منو صدا زد و گفت برو از چادرها مراقبت کن. من به تک تکشون سر زدم و از هر کدوم یک فهرست اموال تهیه کردم. خیلی از چیزای داخل چادر ناپدید شده بود. اونا رو کش رفته بودن. کی کش رفته بود؟ سران کشورها؟ من نمیدونم. من نمیخوام سران کشورها رو متهم به دزدی یک تلفن رادیودار بکنم. چون ما 50 دستگاه سفارش دادیم، برای هر چادر یکی، ولی وقتی شمردم فقط یکی مونده بود. شاید کارگرایی که اونجا کار میکردن بردن. حالا اونه که من حساب دقیق نکردم ببینم که چقدر، ولی اون وقت میگفتن 650 میلیون خرج برده دلار. اینی که فکر کنین که تمام مملکت برای اون 50 تا چادر بود یک دروغ بی‌پایه‌ایه که از تخیل یک کسی که درست بشه. یه مهمونی شما دارین، یه چند تا چادر هم میزنین، یه دعوت میکنین، بعدم میرن. این دیگه تمام زندگی شما که نیستش که. اون فیلم در لندن برای اسپلیت اسکرینینگ برده بودم و کاراشو در لندن میکردیم. وقتی که فیلم رو از لندن فرستادم به تهران که آقای پهلوود ببینن و اینا، ولی اونا شب فیلم رو برده بودن برای اعلیحضرت نشون داده بودن. شاه وقتی که فیلم رو دیده بود پرسیده پس مردم کجا هستن؟ وقتی این فیلم رو دیده بعد از 1 سال، یعنی شما ایران رو وسطش رو یه جزیره درست کردید، اونجا واسه خودتون جشن میگیرید و مردم اونجا به غیر از بدبختی و فقر و فشار و زندان و اینها چیز دیگه ای نیست. همه اینا رو متحد کرد بر ضد خودش. نشیدم که یکی از مخالفین این نسبت به اونجاش حتی بی‌طرف مونده باشه. انتقاداتی که گفتم عمومی بود، از چپ بود تا نجف که آقای خمینی باشه. خدای تعالی حضرت موسی را میفرستد که برو این شاهنشاه را که طغیان کرده و از قانون الهی سرپیچی کرده از بین ببر و به ما میفهماند که باید به کار دولت و به سیاست اهتمام داشته باشیم و فرعونها و شاهنشاهان را از تخت سرنگون کنیم. اگر زنده و یک رأی و متحد باشیم کار از پیش میبریم. قدرت خدا با مسلمانان متحد و یک رأی و یگانه است.
حکام غیر مسلمان و پادشاهان مثل کفتار و حیوانات زندگی می کنند. آتش جایگاهشان خواهد بود. هر وقت حاضر شدید. I think it's a very high caliber the person comes to say معذرت خواهی، بخشیدن، اینها یه چیزای کلمات زیبایی در زندگی. اما من به نام پادشاه شما بار دیگر در برابر ملت ایران سوگند خود را تکرار می کنم و متعهد می شوم که خطاهای گذشته و بیقانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشده. ماها باید معذرت بخواستیم از نخست وزیرهامون، از با بزرگ شما گرفته تا بنده‌ای که یه وزیر بودم، نه اون خواسته، ما درست عمل نکردیم، ما کارهای شخصیمون رو قاطی کردیم، با اینکه بد بودیم پدر شدن. در مقام شاهنشاه احساس تنهایی لابد زیاده. Yes, it's a very special case, if I can say so. از چه نظر خاصه؟ I mean to be, as you say, the king of kings. آیا صحیح هست که بگیم شما احساس تنهایی میکنید چون کسی بالاتر از شما نیست که از او نصیحت بخواید؟ Well, there's always God. من تنها شاه رو سرزنش نمی کنم. خودم رو هم سرزنش می کنم. میدونم شوهرم هم خودش رو مقصر میدونه. ما با تقلید از کشورهای مدرن دیگه سنتهای خودمون رو فراموش کردیم. یادم هست تا 15 یا 16 سالگی نماز میخوندم. بعد از اون که به دبیرستان رفتم نماز رو کنار گذاشتم و به عبارتی دینم رو فراموش کردم. نمیدونم خودم رو سرزنش میکنم یا خودم رو مقصر میدونم، چون توجه نمی کردم که آشپزم متدینه، روزی 3 بار نماز میخونه و وقتی با بیکینی به آشپزخونه میرفتم که بگم چه بپزه، پشتشو به من میکرد که مثلا داره یه کاری میکنه. اما من غافل بودم که اون نمیخواد چشمش به من بیفته. متوجه نمیشدم. ما متوجه نشدیم که اون کشور اسلامیه. این کشور با عظمتی بوده، این بالا پایین ها رو دیده و امروز هم جزو ممالکی است که دربارش هنوز صحبت میکنن. عظمت ایران و ایرانی است. مخالف یا موافق، او رو بهش افتخار. بنابراین هیچ ایرادی به 2500 سال نه تنها ندارم، بهش افتخار. ما اصلا آزادی نداشتیم، امنیت نداشتیم. دلمون میخواست بخونیم، دلمون میخواست بفهمیم، دلمون میخواست راحت باشیم. هر قدم که من نگاه میکنم میبینم که بهترین آدم ها رو دور من میگیرن. برای چی؟ برای کتاب خوندن، برای یه ذره ضد شاه حرف زدن. نمیشد. یعنی به ما میگفتن بله شما برید دختربازی بکنید، علافی بکنید، دنبال پول برید، حتی حاضر بهتون پولم بدیم، ولی حرف سیاسی نزنید. و اینم نمیشه، تو هیچ جامعه‌ای نمیشه. اونجا هم نشد، تو دوره جمهوری اسلامیش هم نمیشه، تو فرانسه‌ش هم نمیشه، هیچ جا نمیشه جلوی جوون رو گرفت. جوون میخواد بفهمه، راهشو پیدا کنه.
You are the one for me, for me, for me formidable. You are my love, very, very, very véritable. Et je voudrais pouvoir un jour